تا حالا شده موقع مطالعه یه اعلان کوچیک بیاد رو گوشیتون، حواستون پرت شه و یهو ببینید نیم ساعت دارید تو شبکه‌های اجتماعی میچرخید؟ آره، خیلیامون این تجربه رو داریم. انگار یه آهنرباست. دقیقاً. و خب امروز میخوایم بر اساس یه مقاله جالب به اسم تمرکز در عصر دیجیتال ببینیم این ابزارهای دیجیتال چطور دارن تمرکز ما رو تحت تأثیر قرار میدن. و مهمتر از اون چه کارایی میتونیم بکنیم، چه راهکارهایی هست که این حواس پرتی ها رو مدیریت کنیم و یادگیریمون عمیق‌تر بشه. پس هدف این کاوش امروزمون همینه. بفهمیم چالش ها چیه و راهکارهای عملی برای شما پیدا کنیم تا کارایی مطالعه و تمرکزتون بره بالا. خب از خود مشکل اصلی شروع کنیم، یعنی این حواس پرتی‌های دیجیتال. مقاله یه نکته خیلی جالب میگه. چی میگه؟ میگه حتی اگه گوشیتون فقط روی میز باشه، یعنی ازش استفاده هم نکنید، خاموش باشه حتی، باز هم میتونه بخشی از ظرفیت ذهنی شما رو بگیره. عجب، یعنی همین جوری که اونجاش داره حواس ما رو پرت میکنه؟ فقط وسوسه چک کردنش نیست پس. هزینه جابجایی بین کارهاست یا کانتکست سویچینگ که میگن. که یعنی فقط زمان از دست رفته نیست، کیفیت تمرکزم میاد پایین. بله، و این هزینه خیلی زیاده. مقاله میگه بعد هر بار حواس پرتی ممکنه تا 15-20 دقیقه طول بکشه تا مغز دوباره به اون سطح تمرکز عمیق قبلی برگرده. پس این وقفه‌های کوچیک و پشت سر هم خیلی مخربتر از اون چیزی هستن که فکر می‌کنیم. دقیقاً. واسه همینه که راهکار اول مقاله، یعنی سم‌زدای دیجیتال، خیلی منطقی به نظر میاد. یعنی آگاهانه برای یه مدتی مثلا موقع کار یا درس از گوشی و اینا فاصله بگیریم. آره، ولی نکتهش اینه که لازم نیست ساعت‌ها باشه. مقاله تاکید میکنه مثلا 30 دقیقه مطالعه بدون وقفه، یعنی گوشی اصلا دم دست نباشه، میتونه خیلی موثرتر از 2 ساعت مطالعه باشه که هی وسطش گوشی رو چک میکنیم. چرا؟ چون مغز فرصت پیدا میکنه وارد اون فاز عمیق پردازش بشه. با چک کردن مداوم اصلا به اونجا نمیرسه. خب راهکار عملیش چیه؟ گوشی رو بذاریم یه اتاق دیگه، حالت پرواز؟ اینا خوبه، ولی مقاله به چیزای دیگه‌ای هم اشاره میکنه. مثلا استفاده از خود تکنولوژی برای جنگیدن با تکنولوژی. جالب شد. چطوری؟ مثلا اپ‌هایی هستن مثل فوکس کیپر یا فورست. اینا یه جورایی حالت بازی دارن و کمک میکنن تمرکز رو حفظ کنیم. یا حتی میتونیم بریم تو تنظیمات گوشی و فقط اعلان‌های یه سری اپ‌های خاص، مثلا اینستاگرام، رو موقتاً خاموش کنیم، نه همه رو. آها، یعنی مدیریت هوشمندانه. و البته محیط آروم هم که جای خود داره. بله، محیط فیزیکی هم مهمه. اما خب فقط دوری از حواس پرتی کافی نیست. باید خود تمرکز رو هم تقویت کنیم، درسته؟ مقاله تکنیک پومودورو رو معرفی میکنه. میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ این 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت چرا اینقدر خوبه؟ ببینید، مقاله میگه این روش با ریتم طبیعی مغز خیلی سازگاره. مغز نمیتونه بیوقفه ساعتها تو اوج تمرکز باشه. خسته میشه. درسته. این 25 دقیقه ها باعث میشه فشار زیاد نباشه. اون 5 دقیقه های استراحت هم کمک میکنه مغز یه نفسی بکشه، ولی نه اونقدر طولانی که کلا رشته افکار پارشه. و بعد از چند تا چرخه یه استراحت طولانی تر. آره، معمولا بعد 4 تا پومودورو یه استراحت 15-20 دقیقه‌ای لازمه. این برای تثبیت چیزایی که یاد گرفتیم و جلوگیری از فرسودگی ذهنی خیلی خوبه. کنار این روش زمانبندی، مقاله به ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس هم اشاره کرده. این چطوری به حواس پرتی دیجیتال ربط پیدا میکنه؟ ذهن‌آگاهی در واقع یه جور تمرین برای مغز. یادش میده که حواسش به همین لحظه حال باشه. کمتر دنبال محرک‌های بیرونی مثل صدای نوتیفیکیشن یا حتی افکار مزاحم توی سر خودمون کشیده بشه. یعنی مثل یه عضله که قوی میشه؟ دقیقاً. مقاله مثال میزنه چند تا نفس عمیق قبل از شروع مطالعه، یا مثلا یه پیاده‌روی کوتاه 5 دقیقه‌ای ولی بدون گوشی. اینا کمک میکنه وقتی اون وسوسه ناگهانی چک کردن گوشی میاد سراغمون، آگاهانه تر تصمیم بگیریم که دنبالش بریم یا نه. خیلی کاربردیه. حالا برسیم به اون بخشی که شاید خیلیا دست کم میگیرنش، خواب و استراحت. مقاله میگه اینا قهرمانان پنهان تمرکز هستن. چرا انقدر مهمن؟
خب ببینید، مهمترین کارهای مربوط به یادگیری و حافظه دقیقاً وقتی اتفاق میفته که ما خوابیم. مغز توی خواب اطلاعات جدید رو پردازش میکنه، دسته‌بندی میکنه، با چیزایی که از قبل میدونستیم پیوند میده. پس کمخوابی مستقیما یادگیری رو خراب میکنه. دقیقاً. مقاله میگه برای نوجوانا و جوانا کمتر از 8 تا 10 ساعت خواب شب یعنی کمخوابی و این مستقیم تمرکز روز بعد رو کم میکنه، باعث میشه زودتر خسته شیم. و یه نکته جالب دیگه هم میگه. چی؟ میگه اون خوابی که آخر هفته ها میخوایم جبران کنیم واقعاً نمیتونه کمبود خواب طول هفته رو جبران کنه. اون اثرات منفیش باقی میمونه. عجب. پس خواب منظم خیلی مهمه. حالا استراحت‌های کوتاه وسط روز چطور؟ اون 5 دقیقه‌ای پومودورو یا استراحت‌های بین مطالعه، هر استراحتی خوبه؟ نه، اینجا مقاله یه فرق مهم میذاره. استراحت مؤثر، یعنی کاری که واقعاً به مغز فرصت ریکاوری بده. مثلا چند تا حرکت کششی، گوش دادن به یه موسیقی آروم یا حتی فقط چشما رو بستن. و استراحت نامؤثر چیه؟ استراحت نامؤثر که خیلیامون انجام میدیم اینه که تو وقت استراحت بریم سراغ گوشی و شبکه‌های اجتماعی. این کار دوباره مغز رو با یه عالمه اطلاعات جدید بمباران میکنه. و برگشتن به تمرکز سخت‌تر میشه. آره، دقیقاً این یه تله است. پیشنهاد مقاله اینه هر 30-45 دقیقه مطالعه عمیق، یه 5-10 دقیقه استراحت واقعی. بعد از 1-2 ساعت هم یه استراحت طولانی تر 15-20 دقیقه‌ای. پس برای خواب خوبم باید برنامه داشت، مثل یه روتین قبل خواب. بله، مقاله خیلی رو این تأکید داره. مثلا حداقل نیم ساعت قبل خواب دیگه صفحه نمایش، گوشی، تبلت، لپتاپ تعطیل. به جاش چیکار کنیم؟ یه کار آرامش بخش. مثلا کتاب خوندن، البته کتاب کاغذی، یا گوش دادن به یه موسیقی ملایم، یه پادکست آروم و البته اتاق خواب باید تاریک، ساکت و خنک باشه. خب با همه اینا انگار پیام اصلی مقاله اینه که تکنولوژی ذاتاً بد نیست. مسئله نحوه استفاده ماست. دقیقاً، بحث این نیست که تکنولوژی رو حذف کنیم. بحث اینه که هوشمندانه مدیریتش کنیم و نیازهای طبیعی مغزمون رو در اولویت بذاریم. پس با سمزدایی دیجیتال کنترل شده، تکنیک‌های مثل پومودورو، تمرین ذهن آگاهی و مخصوصاً خواب کافی و استراحت‌های درست میتونیم افزار این وضعیت رو دست بگیریم. بله، اینا ابزارهای ما هستن. و در نهایت به نظر میرسه که تمرکز عمیق و یادگیری بهتر با فشار آوردن بیشتر به دست نمیاد، بلکه با مدیریت هوشمندانه توجه و انرژی به دست میاد. کاملا درسته. و شاید یه سوال خوب برای شمایی که دارید گوش میدید این باشه. خب، فراتر از این تکنیک‌های کلی که گفتیم، کدوم عادت دیجیتال خیلی شخصی خودتون هست که حس می‌کنید بی صدا داره تمرکزتون رو هدف میگیره؟ و مهمتر از اون، کوچکترین قدمی که میتونید همین امروز برای تغییرش بردارید چیه؟ آره، یکم بهش فکر کنید. حتی یه تغییر کوچیک میتونه شروع خوبی باشه.